سلام و خیلی درود، خوش اومدید به این ولاگ. این ولاگ همونطور که فهمیدید ولاگ چند پارت، حالا یکی دو پارت ولاگ کیشه. قرار با هم دیگه بریم کیش و حالا ازش ضبط کنیم و داداشم اینو بخوام یک توضیحات تکمیلی بهتون بدم. اینه که ما الان در حال حاضر تو بوجنور زندگی میکنیم، استان خراسان شمالی، و اونایی که تو اینجا زندگی میکنن میدونن که فرودگاهش پرواز مستقیم به کیش نداره و ما باید برای این کار از بوجنور یه مسیر 3 ساعتی تا مشهد بریم که از مشهد یه پرواز 2 ساعته به کیش داشته باشیم. نمیدونم چی گفتم، خودم هم گیج شدم، ولی به هر حال یک تور گرفتیم. حالا در ادامه بهتون میگم قیمت تور چقدر شده و هتل چقدر شده. و حالا کلا یه چیزی که بخوام بگم که این چالش این ولاگو برای من خیلی جذاب پیدا میکنه، این که فاکینگ تو سن 15 سالگی تازه اولین باره هم دارم سوار هواپیما میشم، هم دارم میرم کیش برای اولین بار و برام خیلی جذابه که دارم هم چیزایی توی یک روز تجربه میکنم. برام خواستم حالا تو این تجربه شما رو به شریک بدارم و اینا. بخوام بگم این تورمونم 5 روزه است، یعنی امروز شنبه 10 شهریور تا 15 شهریور، پنجشنبه 15 شهریور 1403 هستش. الان ساعت چنده؟ فکر کنم ساعت یه دقیقه وایسا، ساعت الان در حال حاضر ساعت 6 و 20 دقیقه است. ما باید 6 و نیم حرکت کنیم به سمت مشهد، یه 3 ساعتی بریم اونجا و چون 48م شلوغ هم که هست میخوایم زود حرکت کنیم که حالا زود اونجا باشیم چون 1 ساعت قبل فرودگاه. حالا بریم یه قهوه با هم دیگه بزنیم، بعد در ادامه با هم دیگه همراه باشیم. لیتس گو. بخوام یه چیزی هم وسط ویدیو توضیح بدم، اینه که من نگفتم ساعت چند هواپیما پروازیم، ساعت 12 که حالا ما 6 و نیم حرکت می‌کنیم که سریع برسیم اونجا چون شلوغ هم هست، ترافیک مشهد و اینا. قراره حالا ساعت 12 پرواز داریم تا ساعت 2 امروز هم که حالا گفتم دیگه شنبه 10 شهریور، اینم از تاریخ و ساعت پرواز که حالا نگفته بودم. و دمتون گرم آقا، بریم سراغ ادامه ویدیو. چون باشه آره برعکس ما رسیدیم ساعت 11 شده و ما الان رسیدیم فرودگاه. چند تا عکس و فیلم براتون میگیرم و بعدش میفرستم. یک سپهران ساعت 12 پرواز داریم از مشهد به کیش، همونطور که گفتم. آقا انگار ساعت 11:15 است و پروازمون صدا زدن دیگه، باید بریم. سوار اتوبوس شدیم که بریم هواپیما.
Let's go. خانم‌ها و آقایان وقت بخیر. از طرف هواپیمایی تهران ورود شما را خیر مقدم عرض می‌نماییم. از اینجا که ایمنی شما عزیزان برای ما مهم است، لطفاً به نکات ایمنی این هواپیما توجه فرمایید. کمربند ایمنی خود را ببندید و در معرض دید میهمانان قرار دهید. امکانات. کمربند ایمنی شما به این صورت بسته، محکم و باز می شود. And sharp object, wrap the strap around your waist and tie it securely. Firmly downward. The life jacket can also be inflated by دوستان یه چیزی میخوام وسط ادیت بهتون بگم، اینه که شما میتونین قسمت رو رد کنین، چون من از بلند شدنش هم ویدیو گرفتم، چون اولین بار بود سوار هواپیما شدم و قصد شیاف کردن اینا ندارم. شما میتونید 2-3 دقیقه ردش کنید. براتون نوشتم، بیا بخون. مخصوصی توه. What the fuck؟ مال منم خارجی نمیشه. کس مغز. اینم از ناهارش. ساندویچ چیکن فیله آوردن، یه ماست و یک آب میوه. تموم. بریم که با هم بخوریم. ببخشید این آبه، اشتباه گفتم، ماست آبه انگار. آب، یه آب میوه، جویس و یک ساندویچ چیکن مرغ. سلام آقا، ما رسیدیم ساعت 3:30 الان. تا رسیدیم اینا تا اومدیم اینجا شد ساعت 3. یه گشت جزیره داریم انگار، با خود هتل برنامه‌ریزی کردیم اینا.
حالا من یه هتلم بهتون نشون، هتل تعطیلاته. ما خواستم بگم 5 روز رزرو کردیم، نفر 8200، ما 4 نفریم. اوایل 3 ستاره هم اینم تاکید کنم، ما اول می‌خواستیم 4 ستاره بگیریم ولی لیلیوم و پارمیدا ولی دیگه رزرو کردن از قبل دیگه، همین 3 ستاره شد. آقا همین الان ساعت 3 که رسیدیم، ساعت 3:30 گشت جزیره داریم. ساعت 3:30 و خیلی خستم دیگه. حالا یک هتل هم بهتون نشون میدم. اول می‌خواستیم هتل 4 ستاره پارمیدا و لیلیوم رو رزرو کنیم و دیگه نشد دیگه. گربه. اینم یک فضای هتل رو بهتون نشون بدم. اینجاست، این یک جای اون خودش ورودیش اونجا بود، ما الان اینجای اون معبوده که داره میاد و همین دیگه. این ورم یه پارک هست و حالا رستوران، اینجا هم صندلی مندلیاش. این همین دیگه، چیز خاصی دیگه اینجا نمونه بخوام اضافه کنم. ماشین رو نگاه. دوستان عزیز، همکنون خرچنگ